ببین میخوام تو این ویدیو تو حدس بزنی که من الان کجا. ببین وقتی امکانات و منابع مالی بیش از جمعیت شهر وجود داره، اون ساختمونی که تو تا الان حداقل یک بار تجربهش کردی تو ایران میتونه این شکلی انقدر خلوت و انقدر تمیز باشه. تهران جمعیتش تقریبا 18 میلیونه و کل کشور هلند هم جمعیتش 18 میلیونه. وسعت کل هلند، کل کشور از نصف استان سمنان هم کم داره. و چیزی که داری الان بهش نگاه میکنی، از بین 26 بیمارستان کشور تو هلند این 24 میشه، یعنی دوتای آخر کشوره. ببین چقدر خلوته، ببین چقدر ساکته، میزا رو ببین، انگار یه جوری طراحیش کردن که این فضا محیط کار باشه، انگار کتابخونه است. یه جوری همونقدر که تو دغدغه داری که عزیزت حالا درگیر مریضیه و اونجا منتظری، یا خودت مثلا مریضی، اونقدر براشون مهمه که تو سرت گرم چیزهای دیگه بشه و کمتر استرس بگیری و حالت بهتر بشه. و این جزئیات چقدر قشنگه به نظر.